به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و سپاس برادران و خواهران گرامی و هموطنان ارجمند به برنامه خودتون باز شگفت خوش آمدید. همراه برادر باباجان قیومزاد هستم و انشاءالله مرور به حوادث و اخبار امروز خواهیم کرد. وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین اسلوف برای انجام سفر رسمی وارد بروسل شده است و حالا چطور میدونیم در نشست خبری با همراهی وزیر امور خارجه هلند و یکی از مسئولان اتحادیه اروپا نشست خبری مشترک داشتند و در اون دوم باره در برابر همکاری ها همچنین گفت که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزبی بود که میخواست همراهی حاجی حلیم و دیگرها یعنی دست به تبادلات دولتی بزنه. Еще раз я хотел бы повторить, что когда наши партнеры и коллеги говорят или учитывают ситуацию в области безопасности в нашей стране, они должны учитывать наши реалии. Мы находимся лицом к лицу с международными центрами глобального терроризма и экстремизма. С учетом географического положения Таджикистана, который находится в центре Центральной Азии, и он находится вблизи от центров того, что, наверное, лучше всего назвать здесь нестабильность. И основу нашего населения составляют мусульмане, и знают, что есть определенный процент фанатиков, и они верят тем идеологическим влияниям, которые поступают извне. Поэтому религиозные, так сказать, манипуляторы хотели бы воспользоваться этой ситуацией в нашем обществе. А что касается событий 4 сентября, то я хотел бы сказать вам, что произошла следующая группа террористов вместе с другими группами, находившимися внутри страны, а также с теми, кто действовали за пределами нашей страны, хотели провести государственный переворот в Таджикистане. Мы приняли необходимые меры для того, чтобы предотвратить эту попытку государственного переворота, с тем, чтобы не было дальнейших проблем в стране. Что касается вопросов, связанных с правами человека, то здесь еще раз я хотел бы повторить, что мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы выполнять наши обязательства и обязанности в том, что касается соблюдения международных конвенций на двустороннем и многостороннем уровнях, но наши партнеры должны понимать те реалии, с которыми мы сталкиваемся на текущем этапе в нашей стране. Спасибо. Спасибо. اینجا چند چیز رو میشد صحبت کرد. اول اینکه خودی سراج الدین اسلوف بیشتر به این تاکید میکرد که شما وقتی که از حقوق انسان و از دموکراسی و از آزادی بیان و فعالیت آزادی احزاب سیاسی صحبت میکنید، باید وضع ما رو، واقعیت تاجیکستان یا منطقه رو شما نباید فراموش کنید. یعنی منطقه ما همه خیلی است، مسلمان ها هستن اونجا یک چند درصد در اونجا متعصب هست و ما باید مجبوریم که این کارو بکنیم. همون کاری که سیسی هم در مصر همین چیز رو میگه. وقتی که درباره سیسی میگویند که شما نقض حقوق بشر میکنید و پایمال میکنید این آزادی ها و دیگر اون میگه شما نیایید مصر رو، اروپا رو با مصر رو با اروپا مشابه کنید، زیرا که وضعیت فرق میکند. همون چیزی که دیگر دیکتاتورها و دیگر چیز میکنند. ولی جای تعجب این است که مثل که این که دیپلماتیا در عصر 21 بناوی شده است که دروغ گوید و حتی انفعالاتی سرخ شدن و این هم نداشته باشید. ولی به هر حال اگر این را از نگاه یک روانشناس نگاه کنیم، میبینیم که خود اسلوف در بیان کردن این مشکلی داشت، در بیان کردن این قضیه حزب نهضت، زیرا میداند که واقعا اونها هم میدانند که یک تهمت است
ببینید ما مردم دیگر الکی چی مردمی خود تاجیکستان و چی مردمی بیرون از تاجیکستان الکی بسیار چیزها رو درک میکنن، درست؟ ولی اینها میخواهند با دادن معلومات غلط، با تبلیغات رسانه‌ای بسیار شدید زیاد و مردم یک چیزی دروغه بقبولونن و مردم تحمیل کنن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تروریست است و تبادلات میخواهند. خب ولی ما از جناب اسلف و تمام مسئولین محترم و این چنین مردم خودمون، مردم کشورمون بخصوص میپرسیم اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واقعا تبادلات میخواست اون زمانی که 10,000 نیرو داشت، نیروی مسلح و تا بالای دوشنبه آمده بود، چی ضرورت داشت برای او که بیاید صلح کند اگر قصد تبادلات می‌داشت؟ بله. برای نهضت اسلامی اگر سرنوشت ملت، آرامی کشور و این مهم نمی بود چرا اومد صلح کرد؟ و 10,000 سربازای خود را خلع سلاح کرد و در 10,000 سرباز خودش را خلع سلاح کرد، وارد حکومت کرد، وارد ارتش کرد و تمام یراق خود را سپارید. درست؟ امروز با چی میخواست تبادلات کند حزب نهضت؟ با مثلا با همکاری در انتخابات؟ شما اینها اصلا واقعیت جامعه های دیکتاتوری همین است. از انتخابات سوء استفاده میکنن. شما ببینید کدام انتخاباتی ما آزاد برگزار شده است؟ جناب اسلف باید به این سوال جواب بدهند. اروپایی ها اگر واقعا سیاست دوگانه ندارن از اسلف بپرسن که برای چی شما قادر نیستید یک انتخابات آزاد برگزار کنید؟ درست؟ بله. یک انتخابات آزاد مشخص میکند وضعیت رو. یک انتخابات آزاد در تاجیکستان معلوم میکند که شما راست میگویید یا دروغ. این از یک طرف. دیگه مش شما امروز بازداشت شده های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو دارید محاکمه میکنید، درست؟ اگر شما راست میگویید چرا در نزد خبرنگاران، در نزد تمام سازمان های بین المللی و رسانه ها اصلا این کارو نمیکنید؟ چون که باز هم دروغ میگویید، باز هم تهمت میکنید. و اگر در نزد مردم و در نزد رسانه ها و سازمان های بین المللی این محاکمه برگزار شود همگان شاهد خواهند بود که همه اونها بیگناهند و شما جز تهمت حرف دیگری نزدید. و حتی وکیلان مستقل که میخواستند از اون دفاع کنن اون رو بردن پشت پنجره. درست است. ببینید جناب اسلف میخواهد که در داخل اروپا قضیه همین تمام عملهای افراطگرایی خودشون را، واقعا عملهای افراطی که امروز جناب اسلف با حکومت امروزه انجام میدهند، شما نگاه کنید در کدام کشور دنیا شما دیدید که مردم رو مجبور کنند که یک نامهاشون حکومت باید تعیین کنند؟ در کجا دیدید؟ با تمام نزاکت ها، با تمام آزادی های شخصی انسان ها دخالت کردید، محدود کردید، فشار آوردید، مسجد ها رو بستید، ریش های مردم رو تراشیدید. این بی آبرویی شما با تمام دنیا امروز رفته است، ولی باز هم میخواهید این رو توجیه کنید. انا همین دیکتاتور رو ببینید، شما میخواهند همین دیکتاتور رو چگونه توجیه کنند؟ با اینکه اینجا مسلمان ها هستند. شما واقعیت ما رو درک کنید که در اینجا مسلمان ها هستند. یعنی باز هم اینها کارشون چی است؟ مردم دنیا رو از مسلمان ها ترسوندن. باز با این کارشون میخوان توجیه کنن چی رو؟ همون مسجد بندی هایشون رو میخوان توجیه کنن، ریش تراشی هایشون رو میخوان، اون سطر گرفتن، سطر زنها رو گرفتن رو اونها رو میخوان برای اروپایی توجیه کنن. ولی واقعیت چیز دیگر است. دیکتاتورها برای توجیه کارهای خودشون همیشه با دروغ و تهمت و با این چیزها متوسل شدگی هستند. ولی مردم دیگر کور نیستند، مردم دیگر کودک نیستند. درست است دوستی عزیزم، ولی وقتی که میگید که واقعیت ما رو شما باید درک کنید، یعنی قصدش چی است؟ مثلا ما متعصب داریم، ما در بر افغانستان هستیم، دیگر هستیم، برای همین شما باید واقعیت ما رو درک کنید و بسیار فشار نیارید. از قصدش از این واقعیت چیه؟ ببین باز هم گفتم قصد همون توجیه کردن همون مسجد است، مسجد بندی است. اینها در آینده میخواهند با این از این هم بیشتر بروند. تمام آزادی ها و حقوق های انسان ها و مردم دیندار را پایمال میکنن، محدود میکنن و میگویند که شما باید ما را درک کنید. چی را درک کنن؟ چی را درک کنن؟ مردم را از عبادت محروم کردن، منع کردن. این چی توجیه دارد؟ کدام چیزی اون را باید درک کنن؟ شما یک حزب دینی را که تمام وجودش، تمام تلاشش برای آرامش، ثبات و امنیت کشورش بود ممنوع کردید. چی توجیه دارید برای این؟ در کجا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کمترین دعوت به افراطگرایی کرده است؟
در کجا دعوت به نوآرامی کرده است؟ یک دلیل بیارید. ندارند. ولی میخواهند با این گپ هایی که میگویند ما را درک کنید، در ما متعصب هستند، در ما میخواهند از هم یک دشمن تروریستی های دروغینه که معمولی است در همه جا. از این خاصی تمام کشورهای دیکتاتوری است. اینها باید این برای خودشون یک دلیل پیدا کنند. ولی وقتی سیروزدین اسلوف با اون گالستوک دارد، با این وقتی صحبت میکند میگه ما متعصب داریم، یعنی ما یک دنیوی های پیشرفته دموکراتی بسیار خوب. شما اگر اینقدر دموکراتی و اینقدر شما دنیوی و آدم های معاصر و پیشرفته باشید، چرا آوردید قدرت رو ارثی کردید؟ چرا یک نفر رو مدل پرزیدنت میخواهید بکنید؟ اگر شما دنیویت دموکراتی و دعوا دارید، با این ارزش ها قائل هستید، چرا چنین میکنید؟ درست است. یعنی با این از یک طرف میخواهند با منسوب کردنی مثلا اپوزیسیا را با متعصب ها و آدمای فناتیک و یعنی ارتجاعی ها و خاک و بلا و خود یک آدمای پیشرفته و دیگر، در حالی که میبینیم که بدبختی ملت رو همین ها باعث شدن که این ملت به این بدبختی ها و به اینها زده است. و واقعا هم نگاه کنیم اینها اگر اون از متعصب گپ میزند، یک درصد چند درصدی متعصب گپ میزند، شما کسی هستید که واقعا هم دنیوی هم نیستید. پس حداقل بگذارید که آزادی و اینهای دیگرها رو حتی از خود اون سکولارهایی که امروز یا اونهایی که مثلا اسلامی نیستن در کنج زندان هستن. بله. شما ببینید اینها اصلا در جهان امروز و خصوص کشورهای جهان سوم، کشورهای اسلامی در جهان سوم، کشورهای مسلمانشین در جهان سوم اسیر دست دو طایفه شدند. واقعیت هستیم. یک طایفه دنیوی های افراطی که به نام دنیویت، به نام حقوق بنیادی و به نام این چیکار میکنن؟ به لباس مردم دخالت میکنن، ریش مردم رو میتراشن، تمام معیارهای انسانی یک جامعه رو به کلی از بین میبرند. به نام چی؟ به نام دموکراسی، به نام حقوق بنیادی، به نام دنیویت. ولی از دموکراسی بویی ندارن. بله. عین همین در طرف دیگر است که مثلا یک گروهی به نام اسلام میآیند و سرکوب میکنند تمامی آزادی ها رو. اگر یک گروه به نام اسلام زنان را از مکتب منع میکنند، اینها هم عین همون کردند. زنان حجابدار به مکتب راه نمییابند. چی فرق است بین این دو گروه؟ اینها افراطگرایی، گروهای دنیوی هستند که برای افراطگرایی خودشون از تمام وسایل استفاده میبرند. سرکوب، کشتار، زندان، تمامی کار میکنند. اونها از اون طرف معلوم است مثل همین ها از چی استفاده میکنن؟ از راههای خشونت‌آمیز. ولی در این بین مردم واقعا هم یک دنیوی های معتدل، دیندارهای معتدل در بین هستند که از هر دو گروه بیزارند، ولی اسیر این دو طایفه شدیم. کی میشود که غرب است، نمیدونم کی است، درک کند این واقعیت رو که جامعه های امروز، بخصوص جامعه ما، اسیر دستی همین افراطگرهای دینی و دنیوی است. نه تنها دینی، بیشتر اسیر این دو طایفه هستیم. بیشتر برای مثال شما تصور کنید امروز در جامعه ما آیا افراطی های دینی تاثیر دارن؟ ندارن. درست؟ بله. ولی همه چیز در زیر دست کی است؟ افراطی های دنیوی. افراطی های دنیوی با تمام وسایلی که در اختیار دارن امروز تمام آزادی ها را محدود کرده هستند. مگر همین از دموکراسی؟ آیا غرب از همین دنیویت پشتیبانی میکنه؟ بله. آیا همین از دموکراسی که غرب میخواهد؟ چی؟ مگر این مردم مستحق آزادی نیستند؟ بله. اگر بگذارن مردم سرنوشت خودش تعیین کند چیکار میکنند؟ بله. آیا اونها میروند به یگان سمت دیگر؟ مطمئن باشید اگر به مردم آزادی بدهند هرگز اینها را انتخاب نخواهند کرد. بله. و جناب اسلوف خودش خوب اینو میداند و میداند که اون چی که امروز درباره تروریسم میگوید در حق یک حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا در حق نمیدونم بعضی گروه‌های دیگر دروغ محض است. زاهد سیدوف مگر تروریست است؟ شهرت قدرت مگر تروریست است؟ این بیچاره اسحاق تبارک، فرزند اسحاق تبارک، واقعا بیاید پاسخ بگویید وقتی که شما ترسیدید باز هم واقعا هم از جامعه جهانی، از جامعه شهروندی کشور ترسیدن تا که اسحاق تبارک را خودش را زندانی کنند، امروز آمدن چیکار کردن؟ فرزندش را زندانی کردن. بله. همون روشی که در تمام دیکتاتورها معمول است، در کشورهای دیکتاتوری از اون استفاده میکنن. امروز پسر اسحاق تبارک را 13 سال زندانی کردید. برای چی؟ اتحادیه اروپا بپرسد از اسلوف این رو. برای چی؟ یک ادوکات وقتی که از یک شخصیت دفاع میکند، از حقیقت دفاع میکند،
فرزندش باید پاسخ بگوید برای کارهای او. این عملهای دیکتاتوری رو در کشور ما اسلوف چرا جواب نمیگوید؟ بله ببین دوست عزیزم، احزاب مخالف بخصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و فعالان سیاسی از اتحادیه اروپا خواستند که مسائل را مطرح کنند به شکل جدی و حتی حزب نهضت اسلامی و سیاستمداران فعالان گفتند که باید اتحادیه اروپا تمرکز بیشتر از اقتصادی و دیگر مسائل همکاری دیگر زمینه ها دیده باید به مسائل حقوق بشر، دموکراتیا و این چیزها توجه بیشتر بدهد و حتی گفتند که اگر اتحادیه اروپا واقعا میخواهد در همکاری ریشه‌ای و جدی باشد باید با ملت ها بیشتر همکاری کنند، نه اینکه با حکومت‌های خودکامه‌ای که اصلا از طریق انتخابات شفاف سر قدرت نه آمدن، بلکه همیشه کوشش میکنند انتخابات ها رو ناشفاف بکنند و انجام بدهند و چیکار بکنند قانون اساسی رو تغییر بدهند تا اینکه این حکومتشون باقی بماند و دراز بکنند. این هم هست که باید بگوییم که اتحادیه اروپا از جمله سازمان‌های با نفوذی هست که از این اقدام‌های حکومت انتقاد کرد، به شدت انتقاد کرد و مسئله بستن حزب نهضت و تروریست اعلام کردن در اون رو زیر سوال گذاشت که این کار شما بیشتر جنبه سیاسی دارد نه اینکه جنبه واقعیت. و همین است که درست است جناب اسلوف، مردم تاجیک واقعیتی که شما میگویید میداند، واقعیتی که میزنید، میشکنید، به محبس میکنید، اگر یک نفر خودشان پیدا نکردید فرزندان و اهل عائله اون رو، اعضای خانواده اون رو، همه این واقعیت هایی که شما میگویید میداند. ولی نباید که وقتی میگوییم که در افغانستان ناآرامی است باید هر کاری که دل شما بخواهد بکنید و مردم در برابر شما و جامعه جهانی در برابر با شما سکوت کنند. بیایید ببینید تمام نیروها رو اگر یک نفر برق خواست شما میگویید تروریست است، ناآرامی میخواهید. یک نفر جای کار خواست شما میگویید که ناآرامی میخواهید. یک نفر معاش خوب خواست میگویید که ناآرامی میخواهید. او کجاست آخه؟ این ناآرامی شما میگفتگی اصلا چی است؟ کی ناآرامی میخواهد؟ مگر زندگی خوب خواستن ناآرامی خواستن است؟ بله دوست عزیزم، دیگر من نمیدونم یک نفر نیست که از این جناب اسلوف بپرسد که آیا زندگی خوب خواستن ناآرامی خواستن است در کشور شما؟ پس باید مردم چیکار کنن؟ باید هر چی که شما میگید همونو بپذیرن تا که آرام باشن، یا هر چی شما میخواهید باید مردم انجام بدهند تا که آرام باشن، یا اینکه مردم هم خواسته هایی دارن، حقوق هایی دارن، باید اونها طلب کنن از شما. بله سیروجین اصلا میگه واقعیت ما رو درک کنید، بفهمید. مردم تاجیکستان یک واقعیت شما رو درک کردن که بعد اینکه پایه‌های خط برقی سنگ‌توده و پلخمری سقوط کردن، تخریب شدن، مردم تاجیک از لیمیت برق نجات یافتند. یعنی اینقدر برق میرفت طرف افغانستان و این مردم خود محروم، ولی وقتی که این ستونها، این پایه ها تخریب شدن دیدیم که مردم این برق بوده است. برق وجود داشت. یعنی آقای اسلوف، جناب سیروجین اسلوف، یک واقعیت شما همین است که همینه که چند روز پیش مردم با چشمان خود دیدن، شاهد عینی هستند که این برقی که از این تاجیکستان، از آبهایی که در تاجیکستان است از اون تولید میشوند به افغانستان میروند و خود مردم از این برق محروم بودند. بله درست است. یعنی این یکی از واقعیت هایی است که باید نه اینکه فقط مردم تاجیکستان بدونن، باید جامعه جهانی هم از این بدونه. خبر دیگر این است که اون سرباز روس که راننده تاجیک رو با 30 ضربه زده است، اون رو زخمی کرد، گفتند که دیوانه بوده است. یعنی ببین، بنا به اطلاع منبع نزدیک به دادگاه حربی گارنیزون 109 پایگاه روسیه، بیمارستان روحی اکاترینبورگ دیمیتری تولستوی رو دیوانه برآورده است. این دیمیتری تولستوی کسی هست که اون شهروند جوان تاجیک رو، طاهر سلطان رو 30 کار زدگی است. حساب نکرده در سرش چقدر است؟ از من تخمین 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا در سرای گردن به 1 تا، این تای گوش 2 تا، گوشکای 3 تا، 9 تا شده. بعد این اینجا
10 تا این کتی 11 12 13 تا 13 تا 13 تا فقط گردن بوده. آها با کجاست؟ این دو تا دیگه اینجا با آها یک تا 15 دیگه 16 این ها یا تا دیگه 16 ها دستش چی؟ دستش همین با دخترو گفتن که 19 جای دختری ها. آها 19 جای همین نوک چلیک یا تو نمی تایگی چی را اینا بینید خلاص 13 تا در تن دست و پوشن. این اینجا بسیار از طرف دیده میبینید. آزی توی جان شما راه گشتید؟ هنوز میگم کم برای 6 گفتن باید چیک نکی دخترها گفتن که راه گرده؟ کم این چی خبر است؟ مگر روسیه فقط دیوانه ها رو با سربازی کشوری ما میفرستد؟ بله. پیشتر اون یک نفر دیگر که یک دختری تاجیک رو به قتل رسوند، اون رو هم دیوانه برآمد. اینش هم دیوانه برآمد. یا سربازان روس همه دیوانه اند مگر در تاجیکستان؟ و کی مگر کشوری ما صاحب دارد یا نه؟ بله. چرا کسی از پس این نمی رود که چی دیوانه ها رو چرا برای خدمت به کشوری ما میفرسته؟ بله، گفتن که به قول منبع اگر دیوانه بودن دیمیتری تولستوی مقامات تفتیشات نیز تایید کنند، بر اساس قانون‌های روسیه او از جوابگری آزاد خواهد شد. حالا تشخیص طبی معین کرده است که او در حال به راننده تاکسی حمله کرده که وضع روانیش خیلی بد بوده است. یعنی مگر کسی که حمله میکند، میزند، میکشد در حالت عادی هست؟ عجیب است واقعا. بزرگمهر یاروف یک نوع هشدار داده است که اگر به من حادثه رخ داد کاری دستی پروکوروری گنرالی است. بله. در این قضیه از این قرار است که بزرگمهر یاروف اعلام کرده است که با پروکورور گنرالی یک خصومت شخصی دارد با بزرگمهر یاروف و تاکید کرده است که من هرگز تحت هیچ شرایطی نه رگ دستم رو میبرم، نه خودکشی خواهم کرد و نه به خودم آسیب خواهم زد. من تا آخر صبر میکنم هر چی که باشد، ولی اگر هر چی با من رخ داد بدانید که از طرف پروکورور گنرالی است، چون که با من خصومت شخصی دارد و این واقعا جسارتی که بزرگمهر دارد برای همگان معلوم است. او هرگز به هیچ چیزی تسلیم نخواهد شد و خداوند حفظش کند برای خانواده‌اش هر چیز زودتر زیر ظلم اون نجات یابد و باز هم به همون کارهای حمایت از مظلومان ادامه دهد. ولی در عموم همین است، چون بزرگمهر از واقعیت‌های داخل زندان خوب آگاه است، از داخلی همون بازداشتگاه‌های تاجیکستان خوب آگاه است. میداند اون چیزی که خودش رفت از سید عمر حسینی آشکار کرد و به خاطر اون زندانی شد. عمر جان تاجیوف بیچاره اون محبوس اسفرگی گویا که خود را از طبقه سوم پرتافته است به زمین، یعنی و یا دیگر خودکشی کردن. بهرام‌الدین شادیوف وقتی که پای اوتیوب در تنش در بدنش پیدا شد گفتن که خودکشی کرده است و این برای چی بوده است؟ گفتن که اینو برای نمیدونم کیم چی چیزهای دیگر پیدا شد که گویا که کرده باشد. عمر جان تاجیوف از گویا که از برندی خودش را انداخته باشد. خب همینطور ما کم نداریم سابقه کشتارهایی که در زندان‌ها رخ داده است و اینها. یا آنه که گفته که عضو حزب نهضت رو با اتهام گفتند که عضو حزب نهضت است و از مردم اسفره و اون را آوردن به دیوانه خانه و حزب نهضت خواست اون را برود تحقیق کند ولی بعد چند قبل گفتند که اون خود را خودکشی کرده است. این ملت با این حد به قدر است که کشته میشوند، با کار زده میشوند، اون طرف مقابل اگر شهروند دیگر جا باشد دیوانه میبراید، دیگر چیز میبراید. اما شما باور کنید اگر این آدمی که 30 کار زده است تاجیک میبود میدونید چی میشد؟ حتما 30 سال زندان میشد. حتما 30 سال زندان میشد. برادران گرامی و خواهران عزیز و تماشابینان و هموطنان ارجمند، این بود برنامه بازشگرد. تا برنامه بعد خدا حافظ و مددگار شما باشد.